عارفی 40 شبانه روز چله گرفته بود تا خدا رو زیارت کنه. تموم این 40 روزم روزه بود و در حال اعتکاف و از خلق خدا هم بریده بود. صبح رو به صیام و شب رو به قیام میپرداخت و زاری و تضرع بود به درگاه خدا. شب 36م ندایی در خودش شنید که میگفت ساعت 6 عصر بازار مسگران، دکان فلان مسگر برو، خدا رو زیارت خواهی کرد. عارفم از ساعت 5 توی بازار مسگران حاضر شد و توی کوچه‌های بازار از جلوی دکان‌ها رد میشد. عارف میگه پیرزنی رو دیدم دیگه مسی به دست داشت و به مسگران نشون میداد و قصد فروش اون دیگ رو داشت. به هر مسگری هم نشون میداد وزن میکرد و بهش میگفتن 4 ریال و 20 شاهی. پیرزنم میگفت حالا نمیشه 6 ریال بخرین. مسگران میگفتن نه واسه ما بیشتر از این مبلغ نمیصرفه. پیرزنم دیگ رو میذاشت روی سرش و توی بازار میچرخید و همین قیمتو میدادن. بالاخره به دکانی رسید که دکان مورد نظر عارف بود. مسگر به کارش مشغول بود که پیرزن بهش میگه این دیگ رو واسه فروش آوردم، از من 6 ریال میخرید. مسگرم پرسید چرا 6 ریال؟ پیرزنم سفره دلشو باز کرد و گفت یه پسر مریض دارم، طبیب نسخه‌ای براش نوشته که پول 6 ریال میشه و لازم دارم. مسگرم این دیگ رو گرفت و گفت این دیگ سالم و خیلی قیمتیه، حیف بفروشی، اما اگه اصرار داری من اونو 25 ریال ازت میخرم. پیرزن یکم به عقب رفت و گفت منو داری مسخره میکنی؟ مسگرم گفت اصلا و ابدا. بعدش هم دیگ رو گرفت و 25 ریال به پیرزن داد. پیرزن که شدیداً متعجب شده بود دعا کنان دکان مسگر رو ترک میکنه و در حالی که اشک شوق توی چشماش مشخص بود دوان به سمت خونه میره. عارف میگه من ناظر کل ماجرا بودم و وقت ملاقات رو فراموش کرده بودم و تصمیم گرفتم برم داخل دکان مسگر مهربون و گفتم تو انگار کاسبی بلد نیستی. اکثر مسگرای بازار این دیگ رو وزن کردن و بیشتر از 4 ریال و 20 شاهی نشد و تو 25 ریال برای اون دادی. مسگر پیرم در جواب گفت من دیگ نخریدم، من پول دادم نسخه فرزندشو بخره، پول دادم یه هفته از فرزندش نگهداری کنه، پول دادم بقیه وسایل خونه‌شو نفروشه. عارف میگه از حرفی که زده بودم خیلی خجالت کشیدم و توی فکر فرو رفتم که ندای درونی با صدای بلند بهم گفت با چله گرفتن و عبادت کردن کسی به زیارت ما نخواهد آمد. دست افتاده ای را بگیر و بلند کن، ما خود به زیارت تو خواهیم آمد. حالا شما بگو توی زندگی دست افتاده ای رو گرفتی که خدا رو ببینی؟